اینا همشون عاشق بودن، به قول خودمون لوطی بودن همشون. زهیر ابن قین به به میگن عثمانی مذهب. سید الشهدا پیغام فرستاد بگو به زهیر بگو که پسر پیغمبر کارت داره. زهیر خودش لات بود، نشسته بود تو خیمه لم داده بود. قاصد اومد که زهیر پسر پیغمبر کارت داره. گفت من باش کاری ندارم، من اینجا این همه دور ازش خیمه میزنم که طرف من ند کاری ندارم. این قاصد رفت زنش اومد گفت زهیر میدونی کی تو رو صدا کرده؟ میدونی مادرش کیه؟ این زهیر پاشا به زور امامه عبا انداخت گفت پاشا برو. زهیر گفت میرم بابا. رفت اومد گفت دید اصلا این خیمه این درگاه اصلا مأمور نداره. آقا خیمه امام حسین کجاست؟ گفت همون خیمه‌ای که درش بازه، یعنی در برای همه بازه. حضرت فرمود زهیر حالت خوبه؟ حالا من نمیگم بس دور میشه چی گفتن. برگشتنی دیدن زهیر بی خدا مست داره میاد. اومد تو خیمه زن دید زهیر چی شده؟ گفت همه رو جمع کن دیگه میخوام برم پیش آقا. دستش گرفت تنهایی میخوای بری؟ آقا جنون ما رو امضا کن.